السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوره ماعون یکی از سوره هایی که در نمازها میخونیم، انشالله همراه ترجمه تحت لفظی میشد و این سوره دارای 7 آیت است. در این چندین خصلت های را عجیب بیان میکنه الله پاک و انشالله ترجمه تحت لفظیش میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. تا همین جا یکی از خصلت های بدی رو میگوید که بعضی میگن در ابولهب یافته میشید. أرأيت الذي، او دیدی همون کسی رو که یکذب بالدین، اون دروغ میگه چی؟ بالدین. یعنی که بالدین اینجا بعضی ها گفتن که دین همین دین میگن، دین آیینی که شریعت در نظر دارد، اما اینجا در نظر دارد که جزا و سزا چیزی که نمیشه روز قیامت که اون بگیم باید پاداش بگیرد انسان یا اینکه جزا ببیند برای همون این کار میکند. یعنی که آیا دیدی ارائیت الذی، همون کسی که یکذب دروغ میگوید بدین، به دین و سزا و جزا، یعنی اون انسان را که تو فهمیدی آیا آگاه هستی از همون؟ فذلک الذی، پس همون، ذلک همون یک چیزی دور میگن، پس همون الذی همون مردی هست که همون انسانی هست که یدع الیتیم، یدع الیتیم گفته با سختی میراند یتیم را. بعضی میگن که همین ابو جهل همین خصلت هم داشت که وقتی که انسان ها پیش از مرگشون کسلی مرگشون فرا میگرفت، میومد میگفت که مال و چیزی خودت رو به ما بده، وقتی که از نیت که تو رفتی مردی من یتیم های تو را نگاه بینی میکنم، رعایت میکنم. وقتی کنی که میمرد پیش ابو جهل میومدن که همون مال پدر من میتی خیم خورد و خوراک مونده زندگی من استفاده کنیم، گفته اونها رو به سختی میراند، برای دفشید از اینجا گفته میراند. همین خصلت کفار هست. مسلمان نباید این خیلی به نسبت یتیم این خیلی باشد. یدع الیتیم، میراند یتیم ها را. فذلک، پس همون الذی، همون انسان است که یدع الیتیم، میراند به سختی یتیم ها را. ولا یحض علی طعام المسکین، ولا یحض گفته تشویق و ترغیب نمیکند، یعنی که دعوت نمیکنه. یه برادر اینجا مسکین ها هستن، خیلی خودش وقتی خیلی کرده شاید که زورش نمیرسه بیا ما یک کس دعوت کنیم که هم یتیم ها را چکنیم، بیچاره ها را، مسکین ها را طعام بتیم گفته. و این انسانی بدبخت همین خصلت هم دارد، ولا یحض و ترغیب و تشویق نمیکند علی طعام، بر طعام چی؟ مسکین ها. فویل للمصلین، اگه اینجا برای مسلمان های غافل است، با اینه که 4 آیت دیگر که میموند برای مسلمان های غافل، این مسلمان باید این خصلت نداشته باشد. فویل للمصلین، پس ویل هلاکت، للمصلین برای نمازخوان ها، یعنی که ویل هلاکت برای نمازخوان ها. وقتی که بعضی انسان ها نماز میخوانند اما اونها جوشون ویل هست، دوزخ است و عذاب است و وای هست برای اون. کینها هستند الذین هم عن صلاتهم ساهون، همون نفرهایی که از نمازهاشون ساهون هستند. ساهون گفته به معنی که غافل هستند، بی پروا هستند، یعنی که نماز میخوانند نمیفهمند چی نماز خواندن، یا اینکه نمازهاشون رو ترک میکنن، یا اینکه نماز میخوانند نمیدونن چی است نماز اصلا. الذین هم عن صلاتهم ساهون، همون انسانهایی که از نمازهاشون بی پروا هستند، غفلت و غافلی هستند. الذین هم یراؤون، دیگر خصلت بدی که برای انسان ها است. الذین همون انسان هایی که همونها یراؤون، خود نشانتی میکنن، ریاکاری میکنن. یراؤون گفته ریاکاری میکنن، خود نمایی میکنن. و یمنعون الماعون، یکی از خصلت های بدی که با هست، و یمنعون الماعون، و من میکنن چرا؟ ماعون گفته چیز چوره رو میگن. ماعون بگیم صیغه مبالغه هست، از ماده معن هست، به معنایی که چیزی ناچیزه میگن، چیزی ناچیزه معنش میگن، یعنی که من میکنن ماعون را، چیزهای ناچیز، چیزهای پست من میکنن. وقتی که همسایش میاد میگه همون چیز نمیتی به من که من رو استفاده کنم، من میکنن. در اینجا همون انسان هایی که به قیامت این کار میکنن اونها کافر هستند. و دیگه خصلت ها شاید که در همه انسان ها یافته شود.
همونی که یتیم به سختی براند و دعوت ترغیب به طعام و مساعدت مسکین ها نکند و نماز بخواند از نمازش بی‌پروا باشد و ریاکاری کند و بخیلی کند منع کند. 5-6 خصلت در ذکر کرد. این خصلت ها در مسلمان اگر باشد آنها چی است؟ وای هلاکت برای این انسان است. این سوره ماعون اصلا سوره مکی هست و بعضیا گفتن مدنی هست، اما سوره مکی هست که اینجا بگیم خصلت های کفار و خصلت های مسلمان در این یافته میشد که یکم خصلت برای چی بوده است؟ کفار بوده است که یکذبوا بالدین، هر کسی که به روز قیامت به جزا این کار کرد، دین این کار کرد، اون کافر می شود. به خاطر چی که دین این کار میکند و به خاطر چی مقابله به دین میکند؟ چون که هست فسادی را میخواهد. وقتی انسان از دین دور شید، از شریعت که دور شید، همه این خصلتاش دیگر یافتنش در اون ممکن هست. و انسان هایی که قیامت و جزا و سزا را این کار میکنند، مقصد اصلیشون فسادکاری است که ما چیزی کنیم جواب گفته نشود در روز قیامت، و یا اینکه در دنیا فسادکاری جاری کنیم همه اعتقاد داشته باشند که جزا و حساب نیست. یگانه مقصد و غایت اونها فساد کردن در روی زمین هست. والله اعلی و اعلم. هر جایی که نفهم باشم میتونید که شما بپرسید. گردنده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.